وقتی بیدار شدم به ثریا گفتم اگه میدونستم مهمون داری نمیومدم. گفت مهمون؟ مرتضی اینا رو میگی؟ مرتضی خانمش فرزانه رو با محمد گذاشت اینجا، خودش رفت بیرون کار داشت و دوباره میخواست برگرده. امیر از وقتی محمد رو دیده روی پا از خوشحالی بند نیست. گفتم پس محمد ازدواج نکرده. روز بعد مادر گفت زن مرتضی زنگ زده ما رو واسه جمعه دعوت کرده خونشون. مامان خیلی خوشحال بود. گفت احساس میکنم امیر خارج بوده و برگشته. گفتم من نمیام. اما فرزانه دوباره خودش به من زنگ زد و دعوتم کرد. گفت که ما جمعه رو انتخاب کردیم که شما هم بتونی بیای. دیگه مجبور شدم دعوتشو قبول کردم. خیلی اضطراب داشتم. وقتی رفتیم خونه مرتضی اینا، مادر وقتی محمد رو دید دست انداخت گردنش و همدیگر رو بوسیدن. ما داشتیم با تعجب نگاه میکردیم. گفت چرا نگاه میکنیم؟ پسرمه. دوباره خاطرات بچگیمون و اینا با هم دیگه صحبت کردیم. محمد جوری رفتار میکرد انگار اصلا منو نمیبینه. احساس کردم اون روی سگم داره بالا میاد. گفتم با اجازه من کار دارم میخوام برم. امیر گفت صبر کن میرسونمت. محمد گفت نه من بیرون کار دارم سر راه میرسونمش. گفتم نه من مزاحم نمیشم. اینو گفتم و رفتم. محمدم اومد دنبالم گفت صبر کن کارت دارم. گفتم ولی من با شما کاری ندارم. اومد آستینمو گرفت و کشید. گفت مگه نمیگم باهات کار دارم؟ باورم نمیشد. چرا همچین رفتاری رو با من میکرد؟ اهانت از این بیشتر چه حقی داشت با من اینجور رفتار کنه؟ تقریبا به زور منو سوار ماشین کرد. عقده 8 سال رو با نفرت بیرون ریختم. گفتم چی کار داری؟ چی از جونم میخوای؟ دوباره اومدی منو خرد کنی و بری. هاج و واج نگاهم کرد. گفت من تو رو خرد کردم؟ من چی از جونت میخوام؟ یه کاری نکن که فکر کنم هنوز عقلت نمیرسه. گفتم اتفاقا هم عقلم میرسید هم الان عقلم میرسه. از همه مردا نفرت دارم. میدونم همه‌شون دروغ میگن و قول دروغ به آدما میدن. اینو گفتم و پیاده شدم از ماشین و رفتم. دوباره شبا معده درد داشتم. روزا هم کلافه بودم و حوصله انجام هیچ کاری رو نداشتم. بعد از 2 روز مجبور بودم برم مهد کودک. رفتم مهد کودک دلدرد خیلی شدیدی داشتم. پا شدم برم مسکن بخورم که دیدم محمد تو چارچوب در ایستاده. اومده بود خبر فوت مادر ثریا رو بهم بده و منو با خودش ببره. با هم رفتیم خونه ولی توی راه یک کلمه هم با هم صحبت نکردیم. چند روز درگیر مراسم مادر ثریا و مواظبت از ثریا بودیم. روز هفتم وقتی از مسجد برگشتیم خیلی سرم درد میکرد. این چند روز همه با هم بودیم. اضطراب اینو گرفتم که از فردا دیگه محمد اینقدر به من نزدیک نیست. شب تا دیر و خونه شلوغ بود و پر از مهمون بود. دلم یه گوشه خلوت میخواست. رفتم توی اتاق کار امیر که دیدم محمد رو صندلی کار امیر تکیه داده و خوابش برده. خواستم از اتاق بیام بیرون. احساس کردم سردش شده. اولین چیزی که دم دستم بود یعنی سجاده نماز و اومدم خم بشم آروم بندازم روش که ریشه اون خورد تو صورتش. چشاش باز شد. تنم یخ زد. تقریبا به حالت 2 از اتاق فرار کردم. محمدم بعد از من از اتاق اومد بیرون. گفت امیر من رفتم خداحافظ. برام سوال شده بود چرا بلافاصله بعد از این داستان محمد رفت. تا صبح داشتم بهش فکر میکردم. احساس میکردم دوباره جلو محمد خرد شدم و الان محمد داره به من میخنده. صبح خوابیدم و ظهر ساعت 2 بود که مامان اومد صدام زد. گفت پاشو دیگه چقدر میخوابی؟ پاشو خیلی کار داریم. دیدم مامانم داره خونه رو تمیز میکنه. بعد بهم گفت لباس مشکی تو در بیار. یه لباس بهم داد گفت اینو بپوش. اومدم دیدم روی میز میوه چیده. گفتم مگه قراره کسی بیاد؟ گفت نه خودمون هستیم. اصلا حوصله نداشتم. رفتم تو اتاق. آهنگ مورد علاقم و با صدای بلند داشتم گوش میدادم که صدای در رو شنیدم. گفتم مامان باش الان میام. در باز شد. دیدم محمده. خشکم زد. گفت اون روز صحبتمون نیمه کارمون. نگفتی چرا ازدواج نکردی؟ گفتم این همه راه اومدی که فقط همین سوال از من بپرسی؟ برای تو چه فرقی میکنه؟ گفت میخوای لجبازی کنی آره؟ اصلا. گفتم اصلا چی؟
گفت اصلا به درک. تصمیم گرفتم حرفمو بزنم. گفتم خیلی برات مهمه بدونی چرا؟ چون سایت مثل بختک رو زندگیم افتاده. تو روح منو، جوونی منو ازم گرفتی. نمیدونی چقدر سخته که توی اون سن یه نفر بیاد از عشق و علاقه و محبت بهت بگه، بعد مثل یه آشغال بندازتت دور. من فقط 16 سالم بود. گردنبندی که بهم داده بود هنوز تو گردنم بود. گفتم تو با دروغات زندگی منو به آتیش کشیدی. یا گردنبندتم بگیر و برای همیشه برو. محمد رفت. این محمد بود که میرفت. چند دقیقه بعد دوباره محمد اومد توی اتاقم. محمد بهم گفت اگه به جای لجبازی این حرفا رو زودتر میزدی، میدونی جفتمونو از چه برزخی نجات میدادی. انگار خواب میدیدم. گفت باش آماده شو. الان امیر و عاقد میان. برای اینکه زنم بشی باید دوباره عقد کنیم. دیگه عاقد اومد و صیغه عقد و خوند. بعد از عقد محمد به مادرم گفت با اجازه شما 2-3 روزی مسافرت کوتاه بریم. بدنم گنجایش این همه خوشحالی رو نداشت. نشستیم تو ماشین. محمد گفت میخوام بدونی که من بهت دروغ نگفتم. اگه همون 8 سال پیش حرفایی رو که امروز زدی و میزدی، مطمئن باش من حتما برمیگشتم. اما تو با سکوت و لجبازی فقط موافقت تو با تصمیم‌های من اعلام می‌کردی. مهناز، فقط تو بچه نبودی، منم بچه بودم. من بعد از تو نتونستم با هیچ کس ارتباط برقرار کنم. توی وجود همه دنبال تو میگشتم. بعد از چند سال تصمیم گرفتم برگردم ایران. ببینم ازدواج کردی یا نه. وقتی دیدمت فهمیدم که تمام تلاشم برای فراموش کردنت بیهوده بوده. ولی تو بازم فرار میکردی. تا اینکه اون شب که اومدی سجاده رو بندازی روم چشام باز شد. تصمیم گرفتم که حتما بیام باهات صحبت کنم و وادارت کنم حرف بزنی. صبحم اومدم و با مادر و امیر صحبت کردم. اون حرف میزد و من بیشتر عاشقش میشدم. گفتم محمد کجا میریم؟ گفت جایی که خیلی وقت پیش بهت قولشو داده بودم. دالان بهشت.